پناه طلب کنید به سوی الله از فتنه ها و مصیبت ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: اللهم انی اعوذ بک من الهدم و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرق والحرق. بار الها، من پناه میبرم به سوی تو از اینکه در بالای من خانه چپه شود و پناه میبرم به سوی تو از اینکه از بالای یگان کوه یا که یگان بلندی بیافتم و پناه میبرم به سوی تو از غرق شدن در آب و پناه طلب میکنم به سوی تو از اینکه در آتش بسوزم.